مقصود اینه که اینها در هر موردی افترا میزنن، تهمت میزنن، دروغ میگوین، برای که تنها مذهبی است که دروغ، مذهبی منتصب در اسلام که دروغ و نیرنگ و فریب حتی در میدان علمی درشون جایزه، تا چه رسه میدان سیاسی. راجب تسبیح گویان، رجال التسبیح، میگه که اهل بیت تسبیح گویانن. کدوم؟ يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار وبيوتهم هي التي ذكرها الله عز وجل. خانهاشون اون خانهایی است که خداوند فرموده فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، خانهایی که خداوند اذن داده که در اونجا رفع بشه و اسم خداوند در ذکر بشه. این دو تا استشهاد کرده در صورتی که شایسته این بود که در یک آیه استشهاد بکنه، یک استشهاد قرار بده. چرا؟ برای که آیه میفرماد فی بیوت اذن الله ان ترفع، خانه هایی هستن که خداوند اذن داده که بلند بشه. یعنی خانه عبادت جز با اذن خداوند نباید بلند بشه. هر کسی حق عبادت خونه نداره. عبادت خونه رو خدا باید اجازه بده. خداوند که اجازه داده مسجد درست کنید. خداوند نگفته حسینیه درست کنید. خداوند نگفته تکایا درست کنید. به زبان پیغمبرش علیه السلام و علی آله و صحبه الکرام برای عبادت خودش خانه هایی به نام مسجد اجازه داده، محل سجود، نه محل رقص، نه محل حضرا، نه محل پایکوبی، نه محل سینه زدن، نه محل شرکت تعاونی، نه محل شهید سازی، نه تکایا، نه حسینی ها، نه شعائر زلالت و بدعت. همه اینها شعائر شیطانی است، لیکن درجات متفاوته. هر آنچه خارج از کتاب و سنته، هر آنچه خارج از دایره شرع، شعائر شیطانی است. هر چی میخواید اسمش، بارگاه میخواید اسمشو بذارید، گنبد میخواید بذارید، عتبات عالیات میخواید اسمشو بذارید، اینها همه شعائر شیطانی است، برای که خداوند اذنشو نداده و اذن دست خداوند است و بس.